خوشبویی و عطری که در ترکیبش سپیرت است، آیا استعمال آن جایز است؟ و آیا استعمال داروها و خوراکی هایی که در ترکیبشان سپیرت وجود دارد جایز است؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. یکی از علمای برجسته معاصر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله در تکمیله فتح الملهم در این باره بحث مفصل کرده است که اینجا مضمون و خلاصه آن را برای شما بیان خواهیم کرد. خلاصه استعمال عطری که در ترکیبش سپیرت است که از غیر خرما و انگور تیار شده باشد جایز است. یعنی سپیرتی که در ترکیب عطر وجود دارد اگر از غیر خرما و انگور تیار شده باشد استعمال چنین عطرها جایز است. تا زمانی که یقینا معلوم نشود و یا گمان غالب نباشد که از خرما یا انگور تیار شده است می توانیم از چنین عطرها استفاده بریم. اما اگر در ترکیب آن سپیرتی باشد که از خرما یا انگور تیار شده باشد استعمال چنین عطرها به هیچ وجه جایز نمی باشد. حکم داروها و یا دیگر خوراکی ها نیز چنین است. امروزها در ترکیب اکثر داروها و خوراکی ها سپیرت موجود است و این را بلوای عام می گویند. پس تا زمانی که سپیرتی در ترکیبش بوده یقینا معلوم نشود و یا گمان غالب نباشد که از خرما یا انگور تیار شده است می توانیم از چنین داروها و خوراکی ها استعمال کنیم. اما در مسئله نوشاکی ها فرقی ندارد. سپیرتی در ترکیبش بوده خواه از خرما و انگور باشد یا نه نوشیدنش حرام و ناجایز است. می‌فرماید اکثر سپیرت هایی که امروزها در داروها، عطرها و غیره استعمال می شوند از خرما و انگور تیار نمی شوند. بنابراین می توانیم در وقت عموم بلوا به قول امام ابو حنیفه رحمه الله عمل نماییم. ناگفته نماند که در نزد امام ابو حنیفه رحمه الله نوشاکی که از غیر خرما و انگور تیار می شود نجس نیست. با این معنی که اگر به لباس یا بدن برسد ناپاک نمی کند. اما نوشیدن آن به هر حال حرام و ناجایز است. کسانی که از اهل علم هستند می توانند به کتاب تکمیله فتح الملهم مراجعه نمایند و از این مسئله با پررگی آگاه شوند. والله اعلم بالصواب.